مسابقه گرند اسلم دوسلدورف آلمان خاتمه یافت. 4 ورزشکار توجیک سعید جلال سعیدов، سیراتولو اکرامov، کامران شایستوپیریان و شکر محمد میرمحمدov وارد میدان گردیدند. شرح بیشتر در گزارش. در روز سوم مسابقه جودو گرند اسلم 2020 در دیوسلدورف آلمان 4 ورزشکار توجیک در وزن‌های 90, 100 و جمعی 100 کیلو وارد میدان رقابت شدند. سرأول سعید جلال سعیدов در وزن 100 کیلو در خوازمای اول خود با یک امتیاز وزری از دست ماتیاس ماتسنیدانیاگی مغلوب گردید. ورزشکار دیگری توجیک در وزن 90 کیلو سیراتولو اکرامov نیز در دور اول از حریف ازبکش دولت بوبونov شکست خورد. پهلوان شناخته کشور در وزن 90 کیلو کامران شایستوپیریان هرچند در دیدار اول بر نماینده استونیا کلن کالجولند غلبه به دست آورد، ولی در دور دوم از دست مارکوس میامانی شویدی ناکام گردید. شکر محمد میرمحمدov در وزن جمعی 100 کیلو در دور اول با آسانی رقیب خود ماریان اینوالیاро با ایپون مغلوب کرده در دور دوم باشد. باز هم با اجرای ایپون بر نایب چمپیون جهان پهلوان آذربایجانی اوشانگی کوکاوری پیروز گردید. شکر محمد در دور سوم با جودوچی گورجی گورام توشیویلی روبرو شد، با دریافت یک وزری و یک ایپون مغلوب گردید. مسابقه جودو گرند اسلم دیوسلدورف بدون به دست آوردن جایزه نظر است برای ورزشکاران توجیک پشت سر شد.